دوست من، آیا به خاطر نزدیک شدن امتحانات مضطرب هستی؟ نگران نباش، زیرا این امری طبیعی است و اگر به پریشانی نرسد برای آماده سازی ذهن انسان مفید است. بر خداوند بزرگ توکل کن، در حد توان بکوش و در روز امتحان فراموش نکن که خدا را بسیار یاد کنی. در حق پدر و مادرت نیکی کن و از آنها بخواه که برایت دعا کنند. بر خواندن دعاهای صبح و شب و ذکرهای روزانه به ویژه دعای خروج از منزل پایبند باش. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. به نام الله، بر الله توکل کردم و هیچ قدرت و توانایی جز از طرف الله نیست. وسایل لازم را بردار و اگر هنگام ورود به محل امتحان احساس کردی تمامی آنچه را که خوانده ای فراموش کرده ای، نگران نباش. این امری طبیعی است و ذهن انسان در هنگام نیاز همه معلومات لازم را فراخوانی می کند. مثلا تو نمی توانی نام تمام کسانی را که می شناسی در یک لحظه به یاد آوری، ولی به مجرد مشاهده یکی از آنها نامش را به یاد خواهی آورد. معلومات نیز چنین هستند و غالباً هنگام دیدن سوال پاسخش را به یاد می آوری. امتحان دعای مخصوصی ندارد، ولی بعضی از دعاها برای امتحان مناسب هستند. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. پروردگارا، سینه‌ام را گشاده و کارم را آسان بگردان. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. خداوندا، هیچ آسانی نیست جز آنچه تو آن را آسان قرار داده ای و اگر بخواهی غم و اندوه را آسان می‌گردانی. اللهم اهدني وسددني يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خداوندا، مرا هدایت کن و ثابت قدم گردان. ای زنده و ای پایدار، به رحمتت پناه میبرم. معبود حقی جز تو نیست، پاک و منزهی. به راستی که من از ستمکاران بودم. از تقلب در امتحان بپرهیز، چرا که در دنیا و آخرت زیانبار خواهد بود. پس از پایان امتحان و تحویل ورقه پاسخهایت را مرور نکن، بلکه به امتحان روز بعد بپرداز. اگر اشتباهی را به یاد آوردی، نگو اگر چنین می کردم چنان می شد، بلکه بگو این تقدیر الله بوده و او هرچه بخواهد انجام می دهد.